من جنتلمن. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من عرفانیکسم و توی ویدیوی امروز میخوایم با هم مخردی ترین های اینستاگرام رو ببینیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بدون هیچ مقدمه ای میریم ویدیو رو شروع کنیم. 369 کسایی که میگن زمین گرده، نه دوست عزیز، زمین گرد نیست. زمین تخت‌تر از اون چیزی که من و شما می‌خوایم فکرش رو بکنیم. همه ای ماها توی گوی شیشه‌ای داریم زندگی می‌کنیم. هیچکی تا الان از این گوی شیشه‌ای خارج نشده. اون ناسایی که میاد میگه آره ما رفتیم فلان دوره کشف کردیم، فلان دوره فیلمایی که خودشون درست میکنن، هیچکی تا الان از این گوی شیشه‌ای بیرون نرفته. آجی یه سیسی درست کرده بود این داداشمون، من گفتم شمس تبریزی اومد. داداش این چه شعرایی میگی آخه؟ یعنی چی ناسا نمیدونه و تو میدونی؟ و تو از کجا فهمیدی؟ نه خدا وکیلی تو از کجا فهمیدی؟ بعد داداش گوی شیشه‌ای چیه دیگه؟ بالاخره کجا زندگی میکنیم؟ رو زمینی که صافه یا توی گوی شیشه‌ای؟ حاجی حالت خوبه؟ سلام ارادت دوستان، اومدم از همینجا یه اعترافی رو بکنم. آقا یوسف زمانه من مسیحام، یعنی میخواستم نگم حالا که اینو گفتین چه صورتی آخه؟ قدیم جلو پام لاین میندازه و این حقو میده. حتی من خودم هم یه دو سه باری خودم رو چشم دادم، چه برسه به شما. یعنی چشما خودم هم برای خودم کار کرده دیگه. آقا اگه کسی تو خیابون مشغول تماشای بنده بود و اتفاقی براش افتاد، مثلا پشت فرمون محو زیبایی من شده، تصادف کرد بس سقط شد، آقای قاضی مقصرش من، مقصر زیبایی منه. خیلی مخلصم. بچه ها همستر که میخواد غذا بخوره، غذا رو جمع میکنه تو لپش. بعد یه قابلیت جالبی داره، میتونید سرچ کنید فیلم غذا خوردن همستر، یا اصلا خودم الان براتون اینجا میذارم دارم صحبت میکنم ببینید. همستر یه قابلیت جالبی داره، میتونه غذا رو جمع کنه تو لپش، حتی یه دونه هویج گنده رو. داداش این چه لوپاییه؟ خیلی بزرگه، عادی نیستم. چه چونه ایه؟ ما بچه که بودیم کارتون نشون میداد، جادوگر تو کارتون چونش این شکلی بود. چطوری لباس بپوشیم تا آقایونو به خودمون جذب کنیم؟ قانون اول، هیچ وقت موهاتون رو به سمت بالا نبندین. قانون دوم، همیشه یه قسمتی از بدنتون مخصوصا پاهاتون مشخص باشه. قانون سوم، همیشه کفش پاشنه بلند و ظریف. میخواد بگه مردار دوست ندارم. قانون شماره 4، حتما یه قسمتی از شکمتون خانم‌ها معلوم باشه. قانون شماره 5، یادتون باشه حتما همیشه لبخند داشته باشین و برخورد خانمانه‌ای داشته باشین. شک نکنین با این چیزایی که من بهتون یاد دادم قطعا یه مرد رو به خودتون جذب کنین. ببین تو اصلا نیاز نداری برعکس این کارایی که این خانومه گفته انجام بدی یا تا آقایون جذبت نشن. تو کلا با این سیس فکر کنم هیچ آدمی خانومه هم نزدیکت نشن. بعد چه کم بودی داشتی آخه تو زندگیت نشستی تو خونه رو مبل؟ من تا حالا لات کوچه خلوت شنیده بودم، بچه خونگی هم شنیده بودم، ولی لات خونگی اولین بار بود میدیدم. لعنتی چی کار میکنی اونجا با خودت؟ چطوری شادومان؟ بله برونشو کردیم. بله که گرفتم. شما حمایت مردمی امشب عروسی من. تبریک میگم. نایس. خب تبریکم کنیم آوانگاردترین دومار دنیا. خب خودم باهاش سورپرایز کنم. همه رو همین سر سورپرایز شین. پس اصلا این کارو میکنم انتظارش نداشته باشی. مرسی. چطوری با محمد؟ عالی، مثل همیشه. هم کاتاری هم بلنگ. چه سمیه دیگه حاجی، رید رو کلت. آوانگاردترین دومار تبدیل کردم. فقط جسارتاً سوال داشتم. من خیلی برام جالبه که بدونم پارتنرت کیه، میتونم عکسشو ببینم. اینا برام خب خیلی باحاله که کیه که انقدر سلیقش خاصه. نه. با ناموس من چیکار داری؟ حاجی این قضیه خواستگاری که فکر کنم شوخی بود، ولی آخه تو میخواستی بری آرایشگاه ندیدی یارو کله خودشو چه شکلی کرده؟ حاجی مگه میشه اینجات زرد باشه اینجات مشکی دوباره اینجات زرد باشه؟ بعد تو انتظار داشتی این واسط چیکار کنه جز این که برینه تو کلت؟ یه اتوبان وا کرده بود این وسط، این دو طرف دو تا تیکه ابر گذاشته بود. بعد داداش چرا ابرو نداشتی؟ آقای آرایشگر ابروهاشو چجوری محو کردی؟ دوستان یه چیزی بگم شاید براتون جالب باشه. دوستمون آقا محمد با اجازه کلیه‌شو فروختن که بتونن این بیلدمکس و انفو رو بخرن. آقا خیلی مبارکت باشه. ای وای. نه کاملا راضیم. خوشحالی واقعا؟ لبخند رضایت تو دوست دارم. خب آخه اسکل سال بعد این گوشی دستت قدیمی میشه، یه کلیه دیگه هم بیشتر نداری، اون موقع میخوای چی کار کنی؟
ولی من واقعا تا الان اینکه طرف کلیه میفروشه آیفون میخره رو فقط به عنوان جوک شنیده بودم. داداش رفتی واقعا کلیت و فروختی آیفون خریدی؟ شما فقط دارید جذابیت فیس رو میبینید. حالا اگه قابلیت اینو داشتید که میتونستید ما رو اسنیف کنید، مدهوش میشدید. حاجی اون بغل دستی چرا یهو مثل جارو برقی بی فیلتر شروع کرد نفس کشیدن؟ داداش مگه پرسیان کت اینجوری نفس میکشی؟ تو اصلا میدونی اسنیف یعنی چی که میگیم ما رو اسنیف کنید؟ ولی ببین بغل دستیت قبل اینکه تو ادکلون هم بزنی داشت هوا رو بو میکرد. بچه‌ها اینجا پیروزیه. هر کسی که باف نزنه اصلا ما جز آدم حسابش نمی‌کنیم. اکستیشن فقط با 1 تومن پلنگ میشه. عین من، هر کی میخواد عین من پلنگ بشه بیاد پیش سمین جون اکستیشن کنه، کل پسرا دیوونش بشن. یعنی راه میره تو خیابون همه عاشقش بشن. دوستتون دارم. قبل اینکه شوخی کنیم باهات به نظرم چشماتو دیگه اینجوری آرایش نکن، زیاد بهت نمیاد. اینو جدی دارم میگم، شوخی نیست اصلا. ولی حالا یه سوالی ازت دارم، چی شده که پیش خودت فکر کردی پلنگی؟ تو نهایتا گربه ای، اونم این گربه خیابونا. پلنگ چیه؟ تو کجات به پلنگ میخوره؟ به این چه تبلیغی درست کردی برا پیجت؟ این ضد تبلیغ بیشتر تا تبلیغ. داداش یکی تو رو ببینه میرینه، اصلا وای نمیسته نگاه کنه، ردش میکنه میره. معین هستم و خوشبختم از دیدنتون. معین جان شما تایپ دختری که باش وارد رابطه میشی میشه بهمون بگی چه تایپی هستش؟ تا حال وارد رابطه نشدم، هیچ تجربه‌ای ندارم و ملاک‌های عجیبی هم دارم. معین جان شما چند سالت هستش ببخشید؟ من 36 سالت هنوز وارد رابطه نشدی تا حالا؟ خب موزه این چه موهاییه؟ که خودتون فکر میکنم ازشون اطلاع داشته بله باشید. 100%. نظرت راجع به این استایل تو جامعه چیه؟ دیدگاه چیه؟ میتونی برام بنویسی این زیر؟ حاجی خودت گفتی نظرتو بگو. ببین به نظر من دنبسبی از عقبه. این چرا عقب کلش بغلش بود؟ حاجی مگه میشه عقب کلت بغلش باشه دنبسبی تا اینجا، بعد اینقدر سیبیل بذاری تا اینجا، 2 تا خطریش تا اینجا با کراوات نارنجی؟ میدونی ببین خیلی یه جوری، یعنی پشمام ریخته اینقدر یه جوری، قابل توصیف نیستی اصلا. قبلا مادر رو میرفتم برای پسرش خواستگاری، تو این هفته 4 تا مادر اومدن برای دخترش خواستگاری. یعنی واسه دخترشون اومدن خواستگاری تو؟ آره 4 نفر. برگام من نمیشناختم چون با گل شیرینی جلو در بودم. گل شیرینی هم گرفته بودن؟ یا اول فقط جواب تو چی بود؟ من جوابم فکر نکردم من بهش. خود درس خود ادامه تحصیل بدی؟ آره خب درسام بخونم ببینم حالا چی بشه تا بعد. خب ببین یه کیس خوب اومد بله رو بگو دیگه. بله که شرایطت مالیش اگه خوب بود. شرایط مالیش مهم باشه، اخلاقی مهم نیست. چرا؟ اخلاق که خیلی مهم. اخلاقو با کتک درست می‌کنی. داش حالت خوبه؟ چی میزنید خدا وکیلی؟ 4 نفر اومدن، 4 تا مادر خواستگاری تو واسه دخترشون، بعد تو هم نمیگی بله؟ بابا ریدم تو کلت خدا وکیلی، چقدر خلاقی، چه مزخرفاتیه میایی رو زبونه. ولی اعتماد به نفسی که اونجوری وایسادی دوست دارم ولی میدونی جالبیش کجاست؟ اعتماد به نفسی که تو داری از دروغایی که داری میگی اومده، واقعیت نیست. خب بچه‌ها دمتون گرم که تا آخرش با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره. دوستتون دارم، جاتون اینجاست.